حالا فکر کردی سریع ترین چیزی که انسان ساخته چیه؟ ماشین، موشک یا هواپیما؟ فکر کردی از زمان شروع بشریت تا امروز سریع ترین پرواز متعلق به کدوم وسیله بوده؟ امروز قراره بریم سراغ سریع ترین هواپیما در کل تاریخ انسان. اسمش هست ناسا X-43A و این هواپیمای خفن ساخته ناسا و بدون خلبان کوچیکتر از یک ماشین معمولی است، ولی سریعتر از هر چیزی که تا حالا پرواز کرده. این هواپیما اصلاً مسافربری نیست و جنگی هم نیست، فقط برای آزمایش ساخته شده، اما رکوردی زده که هنوز هیچ کس نتونسته بشکنه. خب، سرعت صوت تقریباً 1235 کیلومتر در ساعته، اما X-43A رسید به ماخ 9.6. این یعنی چی؟ یعنی 9.6 برابر سرعت صوت، تقریباً 11850 کیلومتر در ساعت. بذار ساده بگم، سرعتش رو که با هواپیمای مسافربری معمولی است حدود 850 کیلومتر بر ساعت، سریع ترین جنگنده هاست حدود 3500 کیلومتر بر ساعت و این نزدیک به 12000 کیلومتر در ساعت. یعنی تقریباً 14 برابر سریعتر از هواپیمای مسافربری، 3 برابر سریعتر از سریعترین هواپیمای نظامی تاریخ. دیوانه کننده است حتی تصور این سرعت هم. X-43A موتور معمولی نداره، از موتوری به اسم اسکرامجت استفاده میکنه. این موتور هوا رو از جو میکشه داخل، با هیدروژن میسوزونه و مستقیم پرتابش میکنه عقب. اول از زیر یه B-52 رها میشه، بعد با موشک میره بالا، بعد اسکرامجت روشن میشه و بوم! سرعت فضایی. این فقط یه آزمایش نبود. این تکنولوژی میتونه آینده رو تغییر بده. سفرهای فوق سریع فضاپیماهای جدید، پرواز بین قاره‌ها در چند دقیقه. فکر کن از ایران تا لندن زیر نیم ساعت. همه اینا از همین آزمایش شروع میشه. اگه همچین هواپیمایی مسافربری میشد، جرأت سوار شدن داشتی؟ دوست داری سفر چند دقیقه‌ای بین کشورها واقعی بشه؟ فکر میکنی انسان تا کجا میتونه سرعت رو بیشتر کنه؟ جوابت رو تو کامنت بنویس. اگه به موضوعات علمی عجیب، تکنولوژی آینده و رازهای جهان علاقه داری، حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن. ویدیوهای خفن‌تر در راه.